علی این چیه خدا وکیلی؟ آقا بیا بخور تو رو خدا. اول پوست بادمجونا رو میگیریم. بادمجونا رو هم از این سمت هم از سمت عکسش برش میدیم. میشه اینجوری. 7 دقیقه میذاریم تو آب و نمک. این نکتهشه. بادمجونمون رو خشک میکنیم، بعد عملیات سوخاری رو انجام بدیم. آرد، تخم مرغ و پودر سوخاری. اشکش کاملا میگیریم میزنیم تو پودر سوخاری. حالا سرخش میکنیم. نکته سرخ کردم که روغن باید 190 درجه دما داشته باشه. جون سس دلخواهتون هم میریزید روش. دیگه بهانه ای نداری. با یه بادمجون ساده میشه یه غذای خوشمزه مثل این بادمجون سوخاری درست کرد.